سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. من و مجتبی میخوایم امروز بهتون یه خبر خیلی خوب بدیم. یه مدتی بود که ما درگیر یه تصمیمی بودیم. تصمیممون چی بود؟ تصمیم کبرا بود. واقعا تصمیم کبرا بود. خونمون رو عوض کنیم. بله که موفق شدیم. ماه پیش معامله کردیم، خونه رو خریدیم. بله. و درگیر ساخت و ساز دکور داخلی بودیم. الان به همین راحتی که داره میگه نیست بچه ها. ما خیلی گشتیم، یعنی یه چند ماهی بود واقعا خودش خسته شده بود دیگه آخراش. واقعا یه چند ماهی گشتیم، یا خونه کوچیک بود یا مدلش خوب نبود یا حالا خلاصه خوشمون نمیومد دیگه، یا قیمتش خیلی بالاتر از اون چیزی که میخواستیم بود. خلاصه که این پروسه سخت و پشت سر گذاشتیم، خونه رو خریدیم. ولی الان یه سری کارهای داخلیش مونده، حالا مثلا نور و نمیدونم حالا کابینت و اینا که به دل بخوای خودمون میخوایم درست کنیم. یعنی خونه کلا خوبه ولی خودمون دوست داریم تغییراتی بدیم و الان هم میخوایم بریم خونمون باب میل و سلیقه خودمون. آره الان میخوایم بریم سر خونمون. برقکار داره میاد و اینکه مهیار هم داره میاد پنجره بالکن رو بزنه برامون که الان بهتون نشون میدم دیگه. هیچی دیگه الان میخوایم بریم سر خونه جدیدمون ببینیم. بریم ببینیم. دیگه من چای گذاشتم دارم با خودم میبرم، ولی دیگه وقت نشد چیزی برای بچه‌ها درست کنم چون امروز یک شنبه است و من از دیروز انزلی بودم تا الان که اومدم رشت. دیگه گفتم به مجتبی سر کوچمون یه دکه هستش، گفتم بیسکویت و کیک بگیره که ببریم با چای بخورم بچه‌ها. بچه‌ها هوا هم بهتون نگم که دیگه عالی ترین. بارون اومده، قشنگ هوا خنک. تشکر. خوشمزه شه. ازونا خیلی با ازونا یوم میاد یه جب شیرینی میخرید دیگه. بچه ها ما رسیدیم. این از خونه به هم ریخته ما. خوبی؟ نترسید سخت خونت کل 30 ماه خوبی؟ بچه ها این کنافیه که گفتیم خب اولین چایی مبینا خانم در خونه جدیدش. نپتونی دارم ولی دم نیاورد چایی رو. یه عجله برداشتن نیراد نداره. بچه ها معیار داره کار میکنه. من که بگم معیار سایی کارش انجام بده باید بره. من هر کاری میگم میگه ولش کن با علیه که عزیز برنامه های منو منتفی کرد. خب من رفتم. خداحافظ. خداحافظ. طوفان داره میاد. تو این هوا واقعا فقط چای میچسبه. چه بارونی. میدونم شاید کارم درست نباشه ولی دیگه عادتم حتی سر اون خونه میگی بودم تو هر مرحله کار میامدن جارو میزدن تمیز میکردم. الانم با خودم این جارو بلند آوردم گفتم که جارو بزنم این خاکا رو جمع کنم تا فردا بهتون زیاد نقاش میخواد یاد کنم که سقف رو رنگ کنه. دارم با محمد کمک میکنم، اندازه ها رو مینویسم.
کار سخت من دارم انجام میدم. خب چنده؟ چند؟ محمد چند؟ ببین 182. این بالاش بنویسه 180 شن. خب این ور اندازه بگیم. خب همون وسط چند؟ 124. چند؟ 158. بچه یعنی من هر چی انتخاب میکنم اینو میبینی این معیار نمیذاره من به هدفم برسم. نقشه کابینت رو داریم میکشیم بچه ها. مهیار این باکس دور پنجره رو زد. حالا قراره که این سمتش هم سفارش بده پنلی بخوره دیگه. الان اون رفت کارش تموم شد. محمد همچنان با مشتبه داره روی کابینت نظر میده. برق کارمون هم کارش تموم شد. بچه جون ما دیگه از خونه اومدیم بیرون. یه سری کاراش انجام شد. کارهای برق کاریش تموم شد و اینکه خیلی کار داره خونه. خیلی 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 کابینتش رو بین دو مدل موندیم. مدل مدرن یا نو کلاسیک که هر دوتا رو واقعا دوست دارم دیگه. حالا قراره که تا امشب انتخاب کنم. خیلی خستم واقعا منم خیلی خستم. اومدیم اینجا شام بخوریم پیش دوست مشتبه، بعد بریم خونه که استراحت کنیم، یکم فکرامون هم بکنیم دیگه چی میتونیم بکنیم. فردا قراره نقاش بیاد. فردا صبحم نقاش میاد، کنافه رو رنگ میزنه. به امید خدا فکر کنم تا ماه دیگه میریم سر خونه با این کارهایی که ما داریم. بعد شام خوردن سریع اومدیم خونه، رفتم یه دوش گرفتم و الان خیلی خستم. میخوام برم استراحت کنم. سعی میکنم تو این مسیر بیشتر براتون فیلم بگیرم از کارهای خونه، جابجایی، بسته‌بندی کردن وسیله. و اگه شما هم پیشنهادی نظری دارین حتما تو کامنت ها بهم بگید. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. مثل همیشه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ‌های بعدی خدا نگهدار.